давре дар курсии вакили парлумон нишастанаш ӯ пайваста бо баҳонаи ширкат дар конфронсу ҳамоишҳо ба давлатҳои исломӣ сафар мекард. бо хоҷагону роҳнамоёнаш во мехӯрд, супоришҳои онҳоро мегирифт. طبق تحلیل مواد رسانه ها، کبیری تنها در سال 2013 34 مرتبه به خارج سفر نموده 139 روز بیرون از جمهوری قرار داشت. با حساب میانه فقط مبلغ چپتای هواپیما برای این سفرها به نظر داشت خوراک، جای استقامت، روابط و دیگر خراجات ها بیش از 31,000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. در دوام سال 2014 باشد او 27 مرتبه به دولت‌های خارجی سفر انجام داده مدت 112 شبانه روز بیرون از تاجیکستان قرار گرفته بود. سوال مطرح است که کبیری با کدام مبلغ‌ها این سفرها را انجام می‌داد؟ از حساب جیب خودش؟ البته میلیونری که برای آمدن به جنازه مادر از صرف چند دلار استحاله کرد هرگز چنین سفرها را از حساب خود انجام نمی‌دهد. پس مبلغ گذاری او کیست؟ حتما خدمات مخصوص کشوری به مردم تاجیکستان معلوم در عوضش کبیری کاری را میکرد که برایش مشکلی نداشت. فقط ملت میفروخت و وطن.